اساتید محترم اخلاق به ما گفتن که از اطلاق الحواس خودداری کنیم. اطلاق الحواس، اطلاق حواس یعنی حواس پنجگانه. اطلاق یعنی رها شدگی، بی قید بودن. میگه فلانی رو طلاق دادن، یعنی قید و برداشتن، رهاش کردن. یه کلمه میگن این کلمه مطلقه، یعنی بی قیده. اگر ما اطلاق الحواس داشته باشیم، یعنی هر چیزی رو ببینیم، هیچ قانونی برای خودمون نداشته باشیم، نه پابند به اخلاق باشیم، نه پابند به دین باشیم، هیچ چیز. هر چیزی رو من میبینم، هر چیزی رو من میشنوم، هر غذایی رو میخورم. اگر اطلاق الحواس داشته باشیم، بهترین طعمه هستیم برای دشمن. دشمن میاد میگه این رها شدگی داره تو حواسش، من انقدر به چشم و گوشش میرسونم تا به اون ذائقه من نزدیک بشه. اما اگر کسی جلوی اطلاق الحواسش رو بگیره و بتونه عقلش رو بر حواس پنجگانش و شرع و دین رو بر حواس پنجگانش مسلط بکنه، دیگه دشمن نمیتونه این برنامه رو سرش پیاده بکنه. یا